اگه دارا گرفتگی سینوس، فشار پشت بینی، سردرد سریع یا زنگ گوش رو تجربه کرده میدونید چقدر آزاردهنده است. حالا فرض کن بدون قرص و دارو تنها با فشار روی یک نقطه از بدن بتونید این مشکل رو برطرف کنید. این ویدیو رو تا آخر ببینید تا یه روش ساده ولی موثر رو بهت یاد بدم. سلام، من میلادم. خیلی خوش اومدید به کانال خودتون ایکس فکت چک. اگه خودتون یا یکی از اطرافیانتون گرفتگی سینوس یا فشار پشت بینی رو تجربه کرده باشین میدونید که چقدر زجر داره. ما این مشکلات رو معمولا از سرماخوردگی، آنفولانزا، آلرژی، گرده گل، موی حیوانات، عطر، دود یا از بعضی از غذاها میگیریم. اینا باعث واکنش هیستامین در ناحیه بینی میشن. مخاط متورم میشن، راه تنفسی تنگ میشن و پشت بینی یعنی جایی که استاشن توبس هم قرار دارن تحت تاثیر قرار میگیرن. وقتی لوله‌های استاشن مسدود میشن نه تنها سینوس ها اذیت میشن بلکه ممکنه زنگ زدن و گوش، درد گوش، سرگیجه یا حتی گیجی همراه با درد گوش رو تجربه کنید. چیزی که واقعا نادیده گرفتنشون سخته و اذیت کننده است. حالا بیایم ببینیم اصلا سینوس ها چی هن. مجموعه از 4 حفره آوایی اطراف بینی که سینوس های ماگزیلاری ساینسس که زیر چشم و گونه ها هستن، سینوس های فرونتال ساینسس بالای چشم و پیشونی هن، سینوس های اپمودیال ساینسس بین چشم ها و سینوس های سپنودیال که اینا با هم در ارتباطن، ولی رایج ترین دردها گرفتگی ها معمولا از ماگزیلاری و فرونتال که زیر چشم و گونه ها و بالای پیشونی و بالای چشم ها هستن. پشت لوله‌های استاشن این گوش میانی قرار داره که پشت بینی تا ناحیه گوش میانی به هم وصلن. وقتی ما این نقاط خاص که توی ادامه ویدیو بهتون میگم رو تحریک میکنیم باعث ارسال شدید سیگنال عصبی به سمت مغز میشه. مغز پیام‌هایی رو به ناحیه سینوس میفرسته که باعث انقباض عروق میشه و گرفتگی شما به مرور تخلیه میشه. حالا چرا این روش رو امتحان کنیم؟ بسیاری از داروهایی که استفاده میکنیم برای گرفتگی بینی و خواب راحت با عوارض جانبی همراه، ولی این روش هیچ گونه عوارض جانبی نداره، خیلی در دسترسه و هر موقع نیازتون شد میتونید به این روش مراجعه کنید. خب ببینیم اصلا این روش چجوریه. بین کف دست و مچ دست ما یه خط داریم، انگشت اشاره رو میذاریم روی این خط، دو تا انگشت برای میذاریم زیرش و انگشت اشارهمون رو، انگشت شستمون رو میذاریم بین دو تا استخوان ساعد و فشار میدیم. حالا میتونیم همین حالت کف دست رو به عقب ببریم، به مدت 30 الی 60 ثانیه نگه داریم و بعد رها کنیم. خب شما میتونید این روش رو 3 بار تکرار کنید و بین هر تکرار میتونید 15 الی 20 ثانیه استراحت کنید. این روش خوبش اینه که در دسترسه و هر موقع هر مشکلی براتون پیش اومد میتونید این روش انجام بدید، کاملا موثره و بهتر اینه که تمرکز خیلی خیلی بالایی داشته باشیم و حتی چشماتون هم میتونید ببندید برای تمرکز بهتر که نتیجه بهتری بده. این روش تست شده و هیچ گونه عوارض جانبی نداره، ولی اگه درد خیلی شدید داشتیم بهتر اینه که به پزشک مراجعه کنیم. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. اگه این روش امتحان کردین و نتیجه گرفتین ممنون میشم که نقطه نظرتون برام کامنت کنین، لایک، ساب و کامنت یاد کنین.